شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 24. یک شاعری آور به اداره روزنامه شعر برد که در شماره سالینوی چاپش بکنند. شعر معقول شد، روزنامه آن را چاپ کرد. آن روز دوستان شاعری خوشبخت جمع آمده بودند. شاعر روزنامه را با تنتنه گشاده به خواندن شعر سر کرد. بناخوز رنگش پریده، به دست چپ دلش را داشت، گویا که تیر رسیده باشد. روزنامه از دستش افتاد. دوستان تازون به سرش رفته او را امداد کردند، آب دادند. پس از آن که شاعر به خود آمد، سبب بیهوش شدن او معلوم گردید. شعر 4 مصرع کم شده برآمده است. شاعر تازون به اداره روزنامه رفت. 4 سر گوسفندی بهترین مرا کی کشت؟ از آن گوسفندهایی که به چراگاه دامن فراخ روزنامه شما سر داده بودم، 4 سرش را کی کشت؟ 4 مصرع شعری مرا که کوتاه کرد. محرر روزنامه آرامانه جواب داد. من گرفته پرتافتم. چی شده است؟ برای چی گرفته پرتافتی؟ موادی ضرورتر آمد جا نرسید. تو که به اجازت شاعر مصرع‌های شعرش را گرفته می پرتافته باشی، من حاضر خودی تو را گرفته از تیریزه می پرتایم. شاعر مردی کوهستانی خونگرم بود. محرر را از جفتی گریبان و پایهایش گرفته در حقیقت از تیریزه هوا داد. واقعه در آشانه دوم روی میداد و تکی تیریزه گلزاری نرم بود. در مرافعه صد شاعر گفت: خون را با خون می شویند. وی مرا تحریر کرد، من هم وی را تحریر کردم. میگویند که محرری تحریر شده مانندی پیشتر شعرها را کوتاه می کند. از افتکار محرر به این نمی شود، ولی به هر حال اکنون اجازت شاعران را گرفته اختصار می کند. از دفترچه خاطرات. پدرم 2 پسه نوشته بود: موزدوس و توی کدالف. اولین پسه ها به تئاتر رفته آمدند، بعد به شعبه مدنیت و سپس به ریاست صنعت داغستان رفتند. پدرم یقین می‌دانست که پسه های به ریاست رفتند و از آنجا به جای دیگری نبرآمدند، اما پسه ها در ریاست یافت نشدند. مانند چوپانی که به هوای ویران شب نگاه نکرده گوسفندانی از رمه جدا شده را کافته به کوه روانه می شود، پدرم نیز به جستجوی پسه های خود رفت. در ریاست شخص می نشست که تنها به پسه سر و کار داشت. او نیز محرر نام داشت. پدرم با او بیشتر از 1 ساعت گفتگو کرد و بناخواست پی برد که سخن از هوا، چراگاه، بز و گوسفند، اسب و گاو آغاز یابد. صحبت شفقاوری به میان می آید. گپ که از ادبیات، دراماتورگی کشاده شد، پدر چیزی را سرفهم رفته نمی تواند. و حال آنکه محرر همیشه از خصوص دراماتورگی سخن راندنی می شد و پدرم نصیحت می کرد. پیسه خوب نوشتن را یاد می داد. پدرم طاقت کرده نتوانسته از او روی راست پرسید که خودی تو کیستی؟ معلوماتت چه خیل؟ پیش از ریاست صنعت داغستان چی کاره بودی؟ معلوماتم عالی. با افتخار جواب داد محرر: کسبم بایتار، دکتری حیوانات. اکنون به این کار تعیین شدم. آیا پسه های من گاوند که تو طبابتشان کردنی هستی؟ چرا شاعر هیچگاه به بایتارها نصیحت نمی دهد؟
به شاعر هر کسی خواهد مصلحت دادن میگیرد. نخواد کتاب من هم به دست محرر افتد که در سابق بیتار بود. ابوطالب و محرر. دستنویسی ابوطالب را محرر نوک زده است، چون که تن جنگاوری در کارزار ففریده را زاغ منقار میزند. سیاه‌نویسی اثر در شکل نوک زده اش به دست ابوطالب آمد. ابوطالب آن را خوانده در حیرت افتاد. مرغزاری سبز مرا اسبان پایمال کرده اند. جایی که گلزار بود مرداب گشته است. اگر مکتب خوان در املا چند خطا کند، آن خطاها را معلم اصلاح می کند. کیست آن معلم تا بداند که در زندگی من چی درست بود و چی نادرست؟ ابوطالب سیاه‌نویس را با دقت خوانده بناگاه ندا کرد. میدانم محرر من از کدام اول است و میخواهد کتاب مرا به شیوه اول خود موافق گرداند، اما شیوه ها بسیارند و زبان یگانه، خلق یگانه. اگر هر یک محرر به سوی اول خود کشد، ما هیچگاه اول نظممان را بینا کردن نمیتوانیم. محرری من به خاطر دار که در عالم غیر از اول تو، باز سرزمین غیر از خودی تو، باز آدمان دیگری هستند. ماهیتاً بین من و تو اختلاف بوده نمیتواند. من ایرادهای تو را اگر مفید باشند به اعتبار خواهم گرفت، ولی تو باید در یاد داشته باشی که سرودی من هم برایم عزیز است، مثل آن که به خوندار تشنگی انتقام قیمت بود. من این گپ را حاضر یافته نبرآمدم. یک شعری در جوانی انشا کردم چون این مطلع داشت: چون قصاصی به امان در سینه‌ام، گرم و سردی بیت پنهان داشتم. من سرودم را چو عشقی نامراد، دور از گوشی حریفان داشتم. عاجز بود پرورش کردم به صدق، گوش بنهادم ز دور آواز او. چیده ام در بیت رنگین قافیه، چیده مروت همچو ساعت ساز او. از 200 برگ و نوای انتخاب، کرده ام زیباتر بر سطر خویش. ما ز انبار از برای مهمان، از شرابی کهنه می آریم پیش. من شبانه رفتم بر سیر و گشت، رنگها را جستم از صبح دم. چون زنانی جیوری طوبی سران، بهر قالی تار رنگین جستم. دیگران بهتر ز من بسرودند، وا دریغ از من نیامد این هنر. من چی میدانم برآمد مقصدم، یا بشد نخل امیدم بی ثمر. من که اشعارم بتر از هر چی باد، هست آخر آن نشان عمر من. ای محررهای من، آخر شما مختصر بهری چی سازیدم سخن؟ کی پدرها نسل نوخیز مرا، تربیت کردن توانند این محال. چیست نامقبول بر طبع شما، من خودم خواهم بدادش گوشمال. همان وقت من پسه دختری کوهستان رو نوشته بودم. آن رو در چند تئاتر داغستان نمایش دادم. سپس با پسه مذکور واقعی زیرین روی داد. در آخری نمایش جوان دختر را می‌کشد. دلم و دختری کوهستان می‌سوخت. هنگام انشای صحنه قتل دستم می‌لرزید. جگرم خون می‌شد. اما چیزی رو دیگر کردن نمی‌توانستم. جریان واقعات خود به آن می‌برد که دختر باید کشته شود. تئاتر اول پسه را در همین شکلش نمایش داد و اگر چند تماشابینان حتی زیادتر از من غمگین می‌شدند و دلشان به دختر می‌سوخت، آنها می‌فهمیدند که دیگر خل شدنش ممکن نیست. در تئاتر درغ پسه را اندکی تحریر کردند. به جای آنکه دختر کشته شود، گیسویش را بریدند. البته بریده شدن گیسوی دختر کوهستان حادثه خیلی ننگ آور است. شاید بدتر از مرگ باشد، اما
در هر حال مرگ نیست. در صحنه تئاتر قومیق دختر را نه کشتند و نه گیسو بریدند، بلکه کور کردند. این البته دهشت آور است. شاید این دهشتناکتر از کشتن و گیسو بریدن باشد، ولی به هر حال دختر کوهستان زنده و سلامت بود و گیسوانش بتون، چون که تئاتر قومیق همین را خواسته است. چچنها در تئاتر خود کار را از همه آسان کردند. کشتن چی در کار گفتن آنها، گیسو بریدن، کور کردن چی در کار. بگذار قهرمان زنده و سلامت ماند. به این منوال هر یک تهیه‌گر پیس را از روی صلاح خود دگرگون ساخت. کسی به این تهیه‌گران خاطر نشان نکرد که آنها به دختر ترحم کرده و او را از مرگ نجات داده با این کارشان پیس را نابود می سازند. درامنویس یک سو استد، به تماشابین ها نیز رحم نمی کنند. پدرم هنگامی که روزنامه به اولمان رسید و در آن شعری چاپ شده خود را دید گفت: ظاهرا شعری من به دست تلتلی ها افتاده است که یگان جای صحتش نمانده است. محمود چیزی نگفته است، چون که وقتی بر حیات بودنش یگان کتابش چاپ نشده است. لیکن اگر میدید که شعرش را چنین محرر دیگر کرده است دوباره جان میداد. در پیراهی کوهی اتومبیل راندن ممکن نیست، مادام که محرران بعضا حتی مردگان را آرام نمیگذارند. من چیسان گفتم میتوانم که به من نرسید، لیکن محرری من همین آنچه را که حکایت کردم تو به دل نگیر. من نوع دیگری محرران را نیز میدانم که نزد نویسنده همچون مصلحتگری صاحب اراده و باریک بین می آیند. میدانم که تو هم از جمله آنهایی. همکاری با تو گویا خوش استراحت و فراغت است. خاطر جمع باش. من نه علامتی خطابی در حاشیه دست نویسم گذاشته را که افاده خرسندی توست، نه علامتی سؤال را که افاده حیرتی توست، نه اشاره را که برای بهتر شدن کتاب اصلاح در آوردن تو را افاده می کند بی توجه نخواهم ماند. ظاهرا در کتاب مصرع‌هایی هستند نااستوار و مانند دندان دردمند و کهنه جنبانک. احتمال تکرارها باشند. التجا میکنم یافته اشاره بکن و به من بگو. یک کله خوب است، یک و نیم کله بهتر. ایمانم کامل که من و تو دو کله تمام 4 دست داریم و کارمان برار خواهد گرفت. امروز دست گریبان شدن به از فردا مناقشه کردن است. یک بار دست به گریبان شدن به از یک عمری مناقشه کرده گشتن. بیش از همه باخبر باش که از حد زیاد تعریفم نکنی. یک شکاری خرگوش را برای نترسیده بالای تلچه برآمدنش تعریف کرد. شکاری سوی وی حتی تیر نکشاد. خرگوش از خود رفته به پیش شکاری دیگری نیز تاخته برآمد. اما شکاری دیگر خصلت دیگر داشت. پی بردن دشوار نیست که عاقبت حال خرگوش چی شد. میدانم که مهنتی تو اصلاً به قدر است. خواننده هنگامی به دست گرفتن کتاب می نگرد که آن را کی نوشته است، رسمایش را کی کشیده است، اما هیچ وقت نمی بیند که محرر کتاب کیست. طبیعت آدمی زاد همین است. عادتاً چنین می شمارند که شاعر از نام خلق سخن می راند، ولی معلوم گردید که محرر هم بعضاً از نام خلق گپ می زده است. بار من بر ردکسی شعر لیریکی به محبوبه خود بخشیدم را بردم. محرر آن شعر را یک سو گذاشته گفت که چاپ کرده نمی تواند. چرا؟ خلق آن را نمی خواند. به خلق شعری به زوجت بخشیده ای تو چی لازم؟ همان دم ربایی زیرین را گفتم. شعری که نوشتم به وصفت مقبول نشد مجله را باز. می گفت به من محرر آن خواننده نمی برد پایین راز. 100 شکر که شعر را به دستم گردانده نداد او بهرها. می گفت محررم که آن شعر خواهد بزنش بخواند از میر. پدرم می گفت
نویسنده و شاعران مانند راننده های می باشند که ماشین خی کرده می توانند و عموما درست حی می کنند، لیکن گاه به خطا راه داده قاعده را ویران می کنند. محرران در این حالت به ملیسه ها مانند. پدرم اندیشه رانده سپس گفت تو چی می گویی؟ آیا به یک راننده 3 ملیسه بسیار نیست؟ اما تماما به ملیسه هم نمی شود. در یک ضیافت برای هر کس علاوه قدح می برداشتند. آنجا ملیسه هم اشتراک داشت. ساقی به سلامتی ملیسه قدح گفت. بناخواست رئیس اتفاق مطبوعات جامش را یک سو گذاشته اعتراض کرد. در زمان کمونیسم ملیسه نمی ماند. این ظهورات موقتی است. پس چرا به سلامتی وی بنوشیم؟ ملیسه جواب داد. وجود داشتن ملیسه در دوره کمونیسم به بودن یا نبودن اتفاق مطبوعات وابسته است. لیکن بیشوخی به تو بگویم محرر من که کدام لحظه ها را بیشتر میپسندم، هنگامی را که من و تو در سر میزی کار بین کاغذانه بلکه در سر میزی مقرری که ماهرانه آراسته شده است می نشینیم. آن لحظه های خوش که تو با روی دستنویسی من به مطبعه فرستاده شود و چاپش اجازت داده شد می نویسی گذشتند. کتاب با اشاره دست تو دم به مطبعه دم به چاپ می رود. می دانی تو چی سخنی را می نویسی؟ برای خودی همین کارت از تمام گناه های تو گذشتن در کار. یک خودی همین کارت به قدح برداشتن می ارزد. چون این سخنها را زودتر بنویس و من نسخه اولین کتابچم را به تو تقدیم خواهم کرد. البته من میخواستم زودتر زمانی برسد که در جهان هیچ سر و اسرار نماند. اما چی شاعر است آن که به مردم سری را کشف نمی کند، سری را که آنها پیش از او نمی دانستند. من که شاعرم به دنیا آمده پرده از روی فضا و زمان برمی دارم. مثل این که داماد چادر از روی عروس می گیرد. در توی به این کار تنها داماد حق دارد، سپس روی عروس را همه می بینند. در زندگی این کار را تنها شاعر کرده می تواند و مردم حقیقت حیات را ادراک کرده متحیر می گردند. چیزهای تا آن وقت ندیدهشان را دیده حیران می شوند، یعنی حسن جهان را یا دل نیک انسان را که این همه به بد و شر ضدیت نشان می دهد می بینند. محرر از تو خواهشمندم نگذار که لقی ها چیزهای ناگفتنی را بگویند، ولی روی چیزهایی را هم که من همچون شاعر کشف می کنمشان نپوشان. نقش و نگار و گلهای مرا زیر شبهه نگذار. در نقش و نگارهای قالی من خطایی هم باشد چونی نکن که رنگ بمالند یا قیچی زنند، زیرا یا داغدار می شوند یا شکاف. غیر از این فکر را تنها با سبب آن که به عقیده تو موافق نیست نادرست نگوی. غیر از این در ترازو غله، شکر، روغن، میخ برمیکشند، نه عشق. غیر از این با متر چیت بلندی شیفت خانه تواره اطراف گور را چین میکنند، نه حسن را. غیر از این کسی که میکوشد از همه داناتر باشد از بودش هم نادانتر خواهد شد. غیر از این من نیز شخصی بالغم، از این رو به من اقلاً کمی لااقل بعضاً باور بکنه. میدانم که یکی بیشتر اسرار دارد، دیگری کمتر، زیرا هنوز ابوطالب گفته بود اگر آب گندیده شود جوی تازانو هم باشد تکی آن را دیدن نتوانی. از دفترچه خاطرات. وقتی که خرد بودم مرا لکی ترین عضو عائله می شماریدند. چیزی در کوچه شنیدم را به خانه رفته حتما می گفتم، چیزی در خانه شنیدم را به کوچه برآمده نقل می کردم. نزد پدرم هر زمان یک پیرمرد می آمد. او 4 طرف را از نظر گذرانیده با آهنگ جدی زیر لب می گفت غمزه 2 دهن گپ دارم، به خانه دیگر گذریم چی؟ آنها به خانه دیگر رفته با هم دیگر گوشکی گپ می زدن. این کار چند بار تکرار یافت. روز پیرمرد باز آمد. غمزه 2 دهن گپ دارم، به خانه دیگر گذریم چی؟ ای بس است، جواب داد پدرم. گپی مخفی به گوش من می گفتگی تو را
در نزد رسول ما هم گفتن ممکن. با آوازی بلند گفتن گیر نترس. آره، من از کودکیم اسرارداری را نمی پیسندیدم. سرود را به جای بلند برآمده آشکارا و با آوازی بلند میخوانند تا که مردمی زیادتر بشنوند. غیر از این نه به هر سخن یک خودی من مسئول. آخر من ترجمان هم دارم. ترجمان من اورم، چون اینم زاده است مادر و دیگر شدن نمیتوانم. اولین آدمانی که چشم به عالم گشاده دیدمشان اورها بودند. نخستین سخنانی که شنیدم اوری بودند. اولین سرودی که مادرم در سری گهوارم بخواند سرودی اوری بود. زبان اوری زبان مادری من گردید. این قیمتترین دارایی من و این تنها از آن من، از آن تمام خلق اور است. اورها زیاد نیستند، همگی 300,000، اما این کم هم نیست. در داغستان شاعران هستند که به زبان شعر میگفته آنان 2000 کس کر میزند و خلاص. سرحد دولتی آدمان رو از هم جدا میسازد، اما زبانشون آنها رو بیشتر جدا میکند. وقتایی میشود که سرحدها تغییر مییابند و حتی از اعتبار ساقط میگردند یا چیزی صاف رسمی میشوند، ولی زبان خلق یک عمری است و آن را نه عوض کردن ممکن نه بیکار. زمانی را به خود تصور کردن دشوار است که اورها پوشکی نداشتند، لرمونتوف را نمیخواندند، از تولستوی خبری نداشتند، اثرهای چخوف را خوانده و لذت بردن نمیتوانستند. پدرم میگفت سعادتی بزرگ است که در کوهستان هم درخت نظم پوشکین سبز شد و هر قدر این درخت را بیفشانی میوه شهربارش ادا نمی شود. ابو طالب می گفت تشکر آنهایی را به تهخانه نیم تاریکی من چخوف عزیز را آوردند. به آنهایی نیز تشکر که سروده های ما از تهخانه برآورده تا نزد دیوارهای کرمل مسکو بردند. من میگویم کافکاز در نزد گنرال سر نفرآورد، اما در پیش اشعار پاروچیکی جوان سر تعظیم فرود آورد. به من واقعی خنده آور روی داده بود. میبایست در داغستان کتابم به زبان روسی میبرآمد. مجموعی اثرهای منتخب شعر و داستانها بود. محرر دستنویس را ورق زده گفت چرا به اینجا پولتاوا را داخل نکردی؟ آخر وقت داستانی من نیست، آن را پوشکین نوشته است و من فقط به زبان اوری ترجمهش کردم. داستان پوشکین را در مجموعی به زبان روسی می برآمدم چه خیل داخل می کنم. بیایید نسبت به محرر سختگیری نکنیم، ولی راست است آخر. و بسیار اثرهای خوبی از زمانهای دیگر ترجمه شده اورها عادت کردند و اکنون ادبیات اوری ما را به این اثرها تصور کردن ممکن نیست. میدانم که بعضا در غیبم چنین میگویند خیر چی شده است رسول؟ به شبه آدمی لیاقتناک، اما چندان نه. با او ترجمان‌های مسکو بسیار خدمت کردند. من این را انکار نمی کنم. در حقیقت اگر ترجمان‌ها هم نمی بودند من هم نمی شدم. اول این که محض آنها به من امکان دادند گینی، برنز، شکسپیر، سعدی، سروانتس، گیوته، دیکنز، لانگفلا، ویتمن و همین آنها را شناسم که اثرهایشان را خواندم و به آنها نویسنده شدن نمیتوانستم. دوم این که محض آنها با شعرهای من راه گشادند. آنها شعرهای مرا از دیارهای پرتوقیان، کوههای بلند، دیوارهای قفس، از نزد سرحدبانها و از پایدارترین سرحدها، سرحدهای زبان دیگر، از کری و گونگی، از کوری گذرانیدند. من گاه خود از خود سؤال میکنم کدام مهمتر است؟ ترجمان زبان مرا داند اما شاید نظم من به او بیگانه باشد، یا نظم مرا با احساس دل داند و درک نماید و آن را نظم خود شمارد. سال 1973 در مخچعله برای ترجمه بهترین شعر پوشکین دیه آزمان اعلان شد. 40 نفر شاید این شعر را به زبان اوری ترجمه کردند. اکثر آنها زبان روسی را می دانستند. با وجود این
مکافات یکم را غمزد صدسه گرفت که آن وقت زبان روسی را نمی‌دانست. باید که ترجمان شاعر، نویسنده، استاد سخن باشد. باید اون خود را فرزندی خلق خیش داند، چون که من خود را می‌دانم. روسایی هستند که به اوری خواندن می‌توانند ولی هیهات شاعر نیستند. شاعران روس نیز هستند که هیهات به اوری خواندن نمی‌توانند. چی باید؟ چی چاره؟ به ترجمه تحت لفظی رو آوردن لازم می شود. در کشور روس از یک دهه به دیگری کوچیدن خانه های چوبین را دیدم. خانه را یک لخت کوچانیدن ممکن نیست. چوب و تخته های آن را اولا یک به یک جدا و در جای نو باز وصل می کنند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 24